بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده و الصلاة و السلام علی من لا نبی بعده. خب از اینجا انشاءالله ادامه میدیم. در درس قبلی تا هشتم شرطی تیمم رسیده بودیم. اکنون انشاءالله از و سببه و شروط وجوبه ادامه میدیم. در اینجا مؤلف میگوید که سبب تیمم کردن و این چنین شرایطی یا شرطهای واجب گشتنش کما ذکر فی الوضوء به مانند همان سبب و شرطهای هست که در وضوء ذکر شدگی هستند. یعنی میگوید که یک هست. و رکنه البته سبب وضوء چیست؟ انسان میخواهد که یعنی عبادت رو برای خودش جایز قرار دهد، جایز کند و میخواهد که پاکی حاصل کند. یعنی که هم سبب طهارت کردن یا وضوء گرفتن و تیمم کردن یک هست. و البته شرطهایش یا شرطهای واجب شدنش برای ادا کردن عبادت فرضی می شود. وقتی که انسان باید عبادتش رو مخصوصا نماز رو باید ادا کند و باید که در حالت پاکی باشد، یعنی واجب می گردد برایش که چی کند؟ وضو کند. و همین خیل هم اگر آب نباشد یا به آب دسترسی نداشته باشد باید که تیمم کند. اکنون میگذاریم به رکنه. رکن یک چیزی باید بشناسید که رکن از همه چیزی مهمترینی یک مسئله می باشد، چون که به رکن همان بنا می افتد، منهدم می شود، هدم می شود. برای همین رکن یعنی فرائضی یا از همه گویم که شرطهای اساسی یا قسمت اساسی تیمم چیست؟ دو رکن دارد. در اینجا میگوید یکمش مسح الیدین و الوجه. دو رکن تنها دارد. یکمش مسح کردنی هر دوی دست ها از سری یا از نوک انگشتان تا آخری اورنج ها. خب هم اورنج هم باید مسح کرده شود، چطوری که اورنج ها باید شسته شوند. هم دستی راست و هم دستی چپ، پورا دست. و مسح کردن روی و مقدار روی را شما الکی باید بدانید از کجا. خب چون که در باب وضو من برای شما فهمونده بودم که دایره روی یا کدام قسمتی همین عضو روی شماریده می شود. من این رو فهمونده بودم. همان قسمتی که ما در وضو ذکر کرده بودیم در اینجا هم همان قسمت رو باید به نظر بگیرید. خب یعنی که وقتی ما دو ضربه میزنیم اولا چی میکنیم؟ روی خود رو مسح میکنیم با هر دوی دست ها پورا روی رو، و بعدا وقتی که دو ضربه دیگر میزنیم با دستی چپ خود دستی راست خود رو مسح میکنیم. و چگونه؟ من با شما میفهمونم، کوشش کنید که در عین وقت فهموندن من همین عمل رو انجام بدهید. دستی چپ خود رو شاید نزد خود گذارید. اکنون یا اول خواهید اولا همین خیل دو ضربه زدید، دستی چپ خود رو شاید و آماده سازید که دستی راست خود رو مسح کنید. اکنون چی میکنین؟ اولا پشتی دستی راست خود رو یعنی جای کف نه اما پشتش، خب جایی که ناخن داریم و غیره، پشت دست خود را در کفی یعنی انگشتان دستی راست خود را در کفی دستی چپ خود گذارید. یعنی کفی دستی چپ باید از کجا آغاز کند؟ از کجا سر شود؟ از نوک انگشتان دستی راست. همین خیل از نوک دست ها، از نوک انگشتان ما آغاز میکنیم و کفی دستی چپ خود رو پایان میبریم میکشیم، یعنی مسح کردن میگیریم تا اینکه با کف ما تا اورنج برسیم. اورنج رو هم مسح میکنیم پورا و بعداً دست خود رو دور میدیم، یعنی که درونی دست خود رو مسح نکردگی هستیم تا حال. برای همین چی میکنیم؟ همین کفی دستی چپ خود رو دور میدیم با درونی دست و اکنون انگشتان دستی چپ خود را در درون دست خود میگذاریم. یعنی اکنون 4 انگشتم عموما مخصوصا همین 4 انگشت دستی چپ به دست میرسد. 4 انگشتم در درون بغومم هست، در درون اورنجم هست، نه اینکه در بیرون، در جای استخوانش نیست، در قسمت درونی هست. و همین خیل از قسمت درونی پایان میکشم تا اون که
با کف دست راست خود رسم تا انگشتانش تا اینکه با نوک انگشتانم میرسم و در آخر چونکه انگشت کلان میماند باقی میماند شما میتوانید که انگشت کلان رو در آخر با پورا دست خود مسح کنید و همین حرکت رو با دست چپ خود با دست راست خود انجام میدهید. خب به هر حال میگذاریم به سنن و تیممی. سنت های تیمم کدام ها می باشند؟ 7 7 هست. یکمش التسمیه فی اوله. سنت های تیمم خب گفتنی بسم الله در اولش و ترتیب و ترتیب. من برای شما فهمونده بودم ترتیب یعنی که اول روی رو باید مسح کرده شود و بعدا دست ها. خب و الموالات و مواصلانه مولیدن، مواصلانه مسح کردن به تأخیر. 4 اقبال الیدین بعد وضعهما فی التراب. یکی از سنت های تیمم این است که دست ها رو وقتی که بر زمین میزنیم یا میگذاریم بالای زمین پیش و پس بریم. اقبال الیدین یعنی که دست ها رو پیش بریم در خاک و بعدا پنجم می آید و ادبارهما و دست ها رو پس کشیم. یعنی کم ترک دست های خود رو نه فقط بر خاک ضربه زنیم بلکه بر خاک پیش و پس بریم. این سنتی تیمم حساب می شود چون که این سبب می شود که دست ها یا بالای دست ها زیادتر خاک می ایستد و دست ها زیادتر و بیشتر خاک آلود می شوند. فهمیدین؟ به جای اون که تنها ضربه زده شود دست ها رو ما گویا که بر خاک می زنیم و می شکیم و بعدا دست های خود رو بالا می کنیم. فهمیدید؟ اقبال یک بار دیگر تکرار می کنم یعنی که پیش بردن دست ها در خاک و ادبار پس کشیدن دست ها در خاک. نه فقط می زنیم بلکه حرکت می دهیم، شورک می دهیم دست های خود را در خاک. خب و نفضحهما. این چی معنی دارد نفضحهما؟ یعنی که بعد از آن که دست های خود رو در خاک شکیدیم و پیش و پس بردیم دست ها رو از خاک تازه کردن، حرکت دادن، افشانیدن دست ها، لرزاندن یا لرزاندن دست ها تا اینکه خاک، همون خاکی که زیادی خاکی که در دست ها هست همون از دست ها بیرون شود، یعنی پایان شود، ریزد تا اینکه کم خاک ماند در دست ها. فهمیدید؟ دست ها رو لرزاندن یا حرکت دادن پس از کشیدن از درونی خاک. 7 و تفریج الاصابع و کشاد کردنی انگشتان، پهن کردنی انگشتان هنگامی مسح کردن. وقتی که ما مسح میکنیم انگشتان رو کشادن. این شد سنت های تیمم. البته اگر این عمل ها انجام داده نشود باز هم تیمم جایز شماریده می شود چون که 2 رکنش یعنی فرائضش اگر انجام داده شود کفایه می کند. اکنون در اینجا و ندیبه چی چیزها مندوب هست؟ البته بین علمای اصول و علمای فقه بین کلمه مندوب و مستحب کمتر فرق هست. من برای شما فهمونده بودم به فکرم، اما عموما علمای اصول فرق نمی کنند، مندوب و مستحب را یک میگویند و علمای فقه کمترک فرق میکنند بین آنها که مندوب از درجه مستحب پایان تر هست. یعنی که مستحب آن عمل‌هایی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم کردنش و نکردنش برابر بود، اما مندوب کی هست آن عمل‌هایی رو گفته می شود که اکثری وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام نمیداد اما بعضی وقت 1-2-3 بار کردگی بود، آنها رو مندوب گفته می شود از جهت اصول الفقه. به هر حال از جهت معنا و برای آسودگی اگر شما هر دویشان را همچون پسندیده یا ثوابناک اگر ترجمه کنید یا بفهمید این باکی ندارد. و ندب تأخیر التیمم لمن یرجو الماء قبل خروج الوقت. خوب مسئله خوب متوجه شوید و گوش کنید، مستحب هست. در اینجا اول می آید، در اینجا به فکرم 3 مسئله هست. ببینید 3 جمله هست. یکم جمله ندب، دوم جمله یجب و سوم جمله یجب. یعنی که در این پاراگراف
سه تا در این قسمت همین صحیفه سه مسئله پیش کرده می شود. یکم مسئله مستحب هست، دویمش واجب هست و سومش هم واجب هست. چی مسائل هست میبینیم؟ یکمش مستحب هست یا مندوب هست، یعنی پسندیده هست تأخیر دادن تیمم برای کسی که لیمن، برای کسی که یرجو الماء، امیدی پیدا کردن آب را دارد، امیدی آب را دارد، پیش از خارج شدنی یا پیش از بیرون شدنی یا تمام شدنی وقت، یعنی که وقت نماز. البته جمله خودش واضح هست، شرط نیست که من هر جمله رو دوباره تکرار کنم. اگر کسی باز هم به آب دسترسی نداشته باشد، در صحرا باشد یا هر صحنه‌ای که باشد، مقصد میفهمید، و بداند و امید داشته باشد که من آب رو پیدا میکنم پیش از وقت نماز به انتها رسیدن، در این حالت برایش مندوب هست که تیمم خود را تأخیر دهد. وقتی نماز اگر داخل شود آب نداشته باشد، فوراً تیمم کرده نماز را با تیمم نخواند، یعنی برایش بهتر هست، پسندیده هست که وقتی که نماز خود را کمتر تأخیر دهد، به تأخیر گذارد، دیرتر خواند اگر امیدی پیدا کردن آب را داشته باشد پیش از بیرون شدن وقت، پیش از تمام شدن وقت. این شد مسئله یکم. خب مسئله دوم، و یجب التأخیر بالوعد بالماء ولو خاف القضاء، و برایش واجب هست، در مسئله دوم برایش تأخیر دادن نماز و اینچنین البته طهارت یا اینکه تیمم واجب هست اگر وعده داده شده باشد با آب، اگرچه ولو اگرچه بترسد از قضا شدن نماز. در این دویم صحنه چی می شود؟ یک شخص وعده داده شدگی هست، یک شخص دیگر، یک برادرش، یک خواهرش، یک شخص دیگر برایش وعده داده است که من برای تو آب میدهم، یعنی پیش از به انتها رسیدن همین وقت نماز من برای تو آب میدهم، من برای تو آب میارم، تشویش نکن، من وعده میدهم. اگر کسی برایش این گونه بگوید وعده بدهد، چون که پورا کردن وعده این یک ادب مسلمانی هست، این یک عملی هست که یعنی اکثر مسلمان ها به جای می آورند و می کنند، در اینجا احتمال بیشتری هست که همین شخص آب را به دست می آورد. فهمیدید؟ برای همین این از مسئله یکم فرق می کند. آیا در صحنه یکم گرفتن آبش احتمال دارد، احتمال بیشتر دارد، یا در مسئله دوم؟ البته که در مسئله دوم اگر من در یک جا باشم و ندانم کسی را و ندانم آب در کجاست، برای من تأخیر دادن تیمم تنها مستحب هست، پسندیده هست. اگر من خواهم که نمازم را با تیمم فوراً بخوانم، میتوانم با تمام شرایط تیمم اگر پوره شود. اما اگر در صحنه دوم یک کس برای من وعده دهد که من پیش از به انتها رسیدن وقت من برای تو آب میارم، پس من میتوانم که به گپش اعتماد کنم و نماز خود را باید، یعنی واجب هست که نماز خود را باید تأخیر دهم تا، یعنی حتی تا دیر شوی وقت هم، تا کم ماندن وقت هم، تا این درجه که من بترسم از قضا شدن نماز و باید در انتظار آب باشم. و در آخری وقت اگر بینم که این شخص، یعنی دور و برم را اگر من نظر کنم، گردم را ببینم که یگان کس آمدنی نیست، من اینجا خودم توقع هستم، تنها هستم، در آخری وقت بعد من نماز خود را با تیمم ادا میکنم. فهمیدید؟ و مسئله سوم این است که ویجب التأخیر بالوعد بالثوب او السقاء ما لم يخف القضاء. این سوم مسئله که هست، این کم ترک به تیمم اونقدر به تیمم تعلق دارد اما با آب تعلق ندارد. فهمیدید؟ میگوید که و واجب هست تأخیر دادن نماز اگر انسان وعده داده شده باشد با لباس برای پوشاندن عورتش یا با سقا، یعنی با یک وسیله، یک متایی که، یک آلتی که با آن آب کشد، مثلا به مانند رسمان، تا آن دمی که، اما در اینجا باید تا آن دمی تأخیر بدهد که از قضا شدن نماز نترسد. یعنی این چی معنی دارد؟ این درباره چی؟ آب نیست. خب این قسمت دویمش درباره آب هست، اما این درباره
تأخیر دادن نماز هست هنگامی که انسان لباس نداشته باشد. خب در یک جای باشد که لباس نداشته باشد. میدانید خیلی زندگی هست، چندین تا دولت ها هست در این دنیا، چندین تا حالت ها هست، حالت های جنگ هست، حالت های بیماری هست، حالت های کشتار هست، حالت های البته یعنی دوزیدن هست و غیره. مرد و زن هست. اگر مرد باشد در صحرا در یکم جای دور، لباس هایش اگر گرفته شود یا سوزد یا نابود شود یا یعنی دوزیده شود و این شخص بی لباس باشد، عورتش نمایان باشد و یک کسی به او وعده دهد که من برای تو لباس می آورم تا اینکه تو عورتت رو محکم کنی، پوشانی و بعدا نماز رو ادا کنی، باید که یعنی برایش واجب هست که نماز خود رو تأخیر دهد تا آن دمی که لباسش یعنی برای او لباس داده شود و عورت خود رو پوشاند و نماز را ادا کند. او سقا یا اینکه این درباره آب هست، یعنی که یک کسی به او وعده دهد که من یک ریسمان یا یک ستیل یا یک وسیله آب کشی برای تو می آرم. در این حالت هم یعنی آب موجود هست اما وسیله گرفتن آب ندارد. در این حالت باید چی کند؟ یا این را حتی ما میتوانیم که همچون سقا وقتی که به یک کسی آب داده می شود، یعنی تشنگی یک کسی برطرف کرده می شود وقتی که به یک کسی آب می دهیم. اگر کسی برایش وعده دهد که من برای تو آب می آرم، من تو را یعنی می نوشانم یا آب می دهم برای نوشیدن، باید در این حالت هم تأخیر دهد که ببیند که آیا آبی بیشتر برای نوشیدن می آید، آیا لباس می آید. تأخیر دهد یعنی واجب است برایش که نمازش رو تأخیر دهد، اما تا آن دمی نه که از قضا کردن یا از قضا شدن نماز خوف کند یا بترسد. این از 3 مسئله دایر به تأخیر دادن نماز و انتظار شدن آب. اکنون میگذاریم به قسمت بعدی. میگوید و یجب طلب الماء الى مقدار 400 خطوة ان ظن قربه مع الامن. این درباره جستجو کردن آب هست وقتی که انسان آب نداشته باشد. میگوید که و یجب واجب هست طلب کردن آب تا مقداری 400 خطوه 400 قدم. اگر گمان کند که آب نزدیک است، مع الامن و امن باشد، یگان خیلی خطر نباشد. این مسئله یکم هست در این قسمت. پیش از آن که انسان خلاصه کند و به این نتیجه رسد که آب نیست در گردی من و من باید تیمم کنم، پیش از آن که به این فیصله، به این اختیار، به این تصمیم رسد، باید که یعنی آب رو جستجو کند. تا چند قدر باید آب رو جستجو کند؟ تا 14 قدم، تا 400 قدم. اگر گمان کند که آب نزدیک هست و راه هم یعنی سفرش هم پر از امن باشد، خطر نباشد. چطور انسان میتواند که گمان کند که آب نزدیک هست؟ مثلا با از دور میبیند که کفترها، کبوترها یعنی کبوترها یا دیگر مثلا درختها یا سبزجات و گویم که خانه ها یا مردم را از دور ببیند. و البته حیوانات و درخت ها و گل و مثلا سبزه در کجا می باشد؟ در نزد آب، در جایی که آب باشد. برای همین است که این گونه اگر اشاره ها یا نشانه ها را ببیند و ببیند که و گمان کند که آب نزدیک هست و من باید که حداقل 400 قدم جستجو کند. اما اگر امن نباشد جستجو کردن برایش ضروری نیست، یا اینکه اگر از دور همین خیل دور باری خود را ببیند و یگان خیل نشانه آب را هم نبیند، برایش جستجو کردن ضروری نیست. خب امیدوارم که فهمیده باشید که
در کدام حالت باید 400 قدم جستجو کند. در حالت دو شرط هست. یکم این است که اگر گمان کند و بفهمد، گمان داشته باشد که آب نزدیک است با دیدن این نشانه ها، یا اینکه این چونین باید که همون راهی رویشش، سفرش باید به خطر باشد. و الا فلا، برای همین مؤلف میگوید که و اگر نه، یعنی این دو شرط اگر پورا نشود، برایش جستجو کردن آب تا 400 قدم ضروری نیست. ها میتواند که 30 قدم 50 قدم این طرف و طرف مثلا جستجو کند، اما 400 قدم برایش بعد واجب نمیگردد. و بعدا میگوید که و یجب طلبه ممن هو معه ان کان فی محل لا تشح به النفوس. مسئله بعدی این است که اگر در اینجا سوال این است که اگر انسان با یک شخصی باشد که با همون دوستش، با همون کسی که سفر میکند، یا حتی بیگانه باشد، اما ببیند که در دست همین شخصی بیگانه آب هست، از جهت فقهی آیا باید از همون شخص آب را درخواست کند یا اینکه نه؟ آیا پرسیدن آب از همین شخصی بیگانه یا اگر داند یعنی دوستش باشد فرق نمی کند، آیا برایش واجب هست یا نه؟ در اینجا مؤلف میگوید که برایش واجب هست طلب کردن آب از آن شخصی که با اوست، اما با یک شرط: این کان فی محل لا تشح به النفوس. اگر در یک جای باشد، محل کلمه عربی هست اما با تاجیکی اگر گردانیم برای خاطره شما، محله وقتی که میگویم محله، این از همین کلمه محل می آید از عربی. اگر در محله باشد، در جای باشد، در مکانی باشد که مردم لا تشح، مردم بخیل نباشند با آبشون یا سختگیر نباشند با آبشون. خب چی معنی دارد؟ یعنی البته اگر همین شخص در جای باشد که در آنجا قحط باشد، در آنجا آب کم باشد، یا آبشان مثلا سبب بیماری گشته باشد و آبی مردم کم باشد، یا خودی همون دوستی همین شخص یا همین شخصی بیگانه که با او مسافر هست، با او در یک جای گم هست، اگر آبی خودش کم باشد و این بداند که اگر من از او آب طلب کنم یا من رو نمیدهد یا کم میدهد، برایش پرسیدن واجب نمیگردد. خب امیدوارم که این رو خوب درک کرده باشید، خوب فهمیده باشید. و البته اگر در مکانی باشد که مردم آبشون فراوان باشد و آبشون زیاد باشد، البته باید که برایش واجب میگردد که آب رو درخواست کند. نمیتواند که بگوید که من آب ندارم اما فلانی آب دارد اما من نمیپرسم. در نظرش یک شخصی باشد که 2 سطل آب داشته باشد و آب رو درخواست نکند، باید از جهت شرعی برایش واجب میگردد که آب رو درخواست کند. حتی اگر در مسئله بعدی چی میآید؟ حتی اگر آب رو آن شخص تنها با پول برایش بدهد، تنها اگر آن شخص آب رو برایش فروشد، در این حالت اگر پول داشته باشد باید آب رو بخرد. پس در این مسئله آخر در اینجا چی میگوید؟ و ان لم یعطه الا بثمن مثله. اگر چی، یعنی باید درخواست کند، طلب کردن آب برایش واجب هست اگر چی او همون شخص برایش آب رو ندهد مگر با یک نرخ میانه یا با نرخ عادی، یعنی نرخی که عموما آب با همون نرخ فروخته می شود. یا اینکه می توانیم این گونه گوییم که و اگر همون شخص برایش آب رو ندهد مگر با نرخ میانه یا با نرخ عادی، در این حالت چی باید کند؟ لزم شراؤه به ان کان معه فاضلا عن نفقته. در این حالت برایش لازم میگردد شراؤه، خریدن او، یعنی خریدن آب با او، یعنی با ثمن مثل، با نرخ میانه یا نرخ عادی، اگر با او زیاده از نفقش باشد. یعنی که اگر با همین شخصی که آب ندارد زیاده از احتیاجش پول باشد، باید که کمی پول خود رو بگیرد و از همین شخصی که آب فروش هست باید که آب رو بخرد. فهمیدید؟ پس در این قسمت چی شد؟ 3 مسئله دیگر پیش شد. مسئله جستجو کردن آب،
یکمش هست تا 400 قدم. مسئله اگر با دو شرط، اگر آب را گمان کند که نزدیک هست و این چونین سفرش با امن باشد. اگر این دو شرط پورا نشود برایش جستجو کردن این مسافه لازم نیست، واجب نیست. دویم مسئله این قسمت این شد که اگر میداند که با یک شخص در یک قریه نزدیک مردم هست یا با او یک بیگانه یا حتی دوستش باشد که آب دارد، برایش طلب کردن آب از همین نفر واجب هست اگر بداند که مردم یا همین شخص بخیلی ندارد و سختگیری نمی کند با دادن آب، چون که آب فراوان است. اما اگر بداند که این شخص خودش سختگیری می کند، خودش نیاز دارد با آب، خودش در قید هلاکت هست، خودش نیاز دارد، خودش نماز دارد مثلا و غیره، یا اینکه مردم قریه بداند که با او آب نمیدهند از سبب نداشتن آب یا قحطسالی و غیره و غیره، من برایشون مثال ها را دادم. اگر این گونه محله باشد که آب ندهند برایش طلب کردن واجب نیست. اما اگر بداند که همه چیز در حالت عمومی هست، در حالت عادی هست، باید که آب طلب کند. و مسئله سوم در اینجا این شد که اگر آب را تنها با پول دسترسی کرده تواند، یعنی به دست آورده تواند، باید که اگر از خرچه ضروریش، اگر احتیاجی ضروریش اگر زیادتر و بیشتر پول داشته باشد، باید که آب رو بخرد. و در اینجا کلمه ثمنی مثل استفاده شدگی هست. ثمن المثل این یک اصطلاح فقهی هست، فراموش نکنید. یعنی نرخی که بین مردم رواج هست، بین همان مردم، بین همان محله رواج هست. به هر چیز یک ثمنی مثل می باشد. در هر یک محله، در هر یک قریه، در هر یک شهر، برای خوراک، برای پوشاک، برای آب، برای خانه، برای هر چیز یک ثمنی مثل می باشد. نرخی که عمومی هست یا عادی هست برای همان شی. فهمیدین؟ هیچ کس مثلا آب رو به مانند پول خانه یا ماشین نمی فروشد. فهمیدید؟ برای آب هم یک نرخ میانه هست یا یک نرخ عادی هست. من نمیدانم مثلا با سامانی آب عموما یک بقلشقه آب چند می باشد یا با روبل نمیدانم، اما مثلا عموما در دولت های ما 1 تا 2 دلار یا اینکه پوند می باشد. این است یعنی عادیش. هیچ وقت مثلا صدها یا هزارها به هزارها و صدها نمی رسد. خب اکنون دیگر می گذاریم. سبحان الله، عذر. اکنون می گذاریم به این قسمت بعدی. و یصلی می گوید که و نماز را ادا می کند بالتیمم الواحدی. خب با یک تیمم. و یصلی بالتیمم الواحدی ما شاء من الفرائض و النوافل. اکنون یک فایده آخران چیست؟ در اینجا حداقل 2 فایده رو پیش می کند. می گوید که با یک تیمم، وقتی که انسان تیمم کرد، با یک تیمم می تواند که چند قدری که از نمازهای فرائض و نوافل ادا کند، چند قدری که می خواهد ادا کند، می تواند ادا کند. یعنی شرط نیست که باید برای هر نماز یا برای هر نمازی نو یا نفلی باید تیممی نو کند. همین که تیمم کرد تا وقتی که یک ناقضی یا باطل کننده تیمم رخ ندهد، میتواند که با همین تیممش نماز خواند، فرائضش رو پورا کند، نوافلش رو بخواند. و بعدا میگوید و صح تقدیمه علی الوقت. جایز هست که شخص تیمم خود را پیش از در آمدن وقت انجام دهد. یعنی که به مانند مسئله مستحاض نیست یا به مانند مسئله معذور نیست. اشخاصی که باید پس از در آمدن وقت نماز باید چی کنند؟ طهارت خود را انجام دهند، یا اگر آب نداشته باشند تیمم کنند. بلکه این به مانند مسائل عادی هست، به مانند طهارت گرفتن عادی هست که حتی چطوری که طهارت گرفتن پیش از در آمدن وقت جایز هست، همین خیلی تیمم کردن پیش از در آمدن وقت جایز هست. مثلا تا حال اگر وقتی نماز عصر ندار آمده باشد، تا حال وقتی نماز ظهر باشد، انسان میتواند
که مثلا در وقت نماز ظهر تیمم کند برای آمادگی به نماز عصر. یعنی وقتی نماز عصر می درآید تیممش باطل نمی شود، نمیشکند. و بعدا میگوید ولو کان اکثر البدن او نصفه جریحا تیمم. خوب گوش کنید. من اصلا نیت داشتم که باب المسح علی الخفین رو پورا 3 صفحه هست همین روز میکنیم، اما متاسفانه علاقه درسیمون نیم ساعت شده است. برای همین من اونقدر عجله نمیکنم، شاید که تا همین آخر رسیم و در همینجا درس رو گذاریم. به هر حال میگوید اکنون گوش کنید، خیلی مسائل جالب. اکنون ببینید ترتیبی کتاب فقهی چگونه هست. ترتیبی کتاب فقهی همین گونه هست که اولا از همه گپای اساسی رو پیش میکند مؤلف، فرایض رو، رکن ها رو، و پیش از او مثلا تعریف لغوی و اصطلاحی رو، بعضی دلایل رو پیش میکند اگر کتابی نو آموزان نباشد، آیت های قرآنی رو می آورد، احادیث رو می آورد، تعریفی همین کلمه رو می آورد، چی معنا دارد و غیره، و بعدا گپ های اساسی رو پیش میکند، فرایض و سنت و واجبات رو، و بعدا به صحنه های مختلف می رود. اهمیت دادید؟ و در آخری همون باب مسائلی که خیلی کم پیش می آیند یا اینکه رابطه آنها با این باب خیلی کم هست، از نگاهی خیلی کم هست، اون مسائل رو پیش می کند. برای همین اکنون که ما در آخری بابی تیمم رسیده ایم الحمدلله، اکنون بعضی مسائل های پراکنده که اونقدر تعلق ندارند به تیمم اما باز هم رابطه دارند آنها رو پیش می کند. بعضی هایش خیلی جالب هست. به هر حال میگوید ولو کان اکثر البدن او نصفه جریحا تیمم. اگر اکثر بدن یا اینکه نصف بدن جریحا یعنی زخمدار باشد، زخمی باشد، یا حتی میتوانیم بگوییم بیمار باشد از جهتی بیماری که بالای پوست باشد، در این حالت تیمم میتواند تیمم کند. در این حالت آیا مسئله درباره نبودن آب هست؟ نه، بلکه مسئله درباره قدرت نداشتن بالای استفاده آب هست. فهمیدید؟ اکثر بدن انسان یا اینکه نصفش چگونه حساب کرده می شود؟ ما در این تنها اعضای وضو رو به نظر می گیریم. فهمیدید؟ یعنی خود بدن رو، پورا بدن رو به نظر نمی گیریم، بلکه عضوها و اعضای وضو رو به نظر می گیریم. این رو یعنی وقتی که اکثر بدن گفته می شود یا نصفش، یعنی مؤلف اشاره می کند به عضوهای وضو. اینها رو ما باید به نظر گیریم، یعنی که روی، سر، هر دوی دست ها تا آرنج ها، هر دوی پای ها تا بغم های پای، اینها رو ما باید به نظر بگیریم. البته دهان و بینی هم هست، گوش ها هم خیلی داخل می شود. تمام این عضوها رو باید به نظر گیریم. یعنی اگر تمام این عضوها بیکار باشد یا بیمار باشد یا زخمی باشد، یا اینکه اکثر این عضوهای وضو، روی و دست ها و سر اگر زخمی باشد و پای ها سالم باشند، باز هم انسان میتواند تیمم کند. برای چی؟ گرچندی که پای هایش و زانو هایش و ران هایش و شکمش و پشتش، شانه هایش سالم هست، تنها روی، دست ها و سرش زخمی هست، اما چون که اکثر عضوهای وضو زخمی هست، ما تحت این مسئله می افتد. فهمیدید؟ این رو از شرح همین متن من برای شما پیش کردم. در این حالت می تواند تیمم کند. این مسئله یکم شد. دوم، و این کان اکثره صحیحا غسله و مسح الجریح. به مقابل این صحنه این است که اگر اکثر عضوهای وضو سالم باشد، صحیح باشد یعنی سالم باشد، بیمار نباشد، زخمی نباشد، اما یک عضو خردش یا یک عضوش تنها زخمی باشد، در این حالت چی میکند؟ تمام عضوهایش رو به مانندی یعنی حالتهای عادی میشوید. غسله یعنی میشوید،
اکثر عضوهایش رو میشوید و تنها جریح رو مسح میکند، تنها زخم رو یا تنها بالای زخم رو مسح میکند که این در بابی مسح علی الخفین در آخرش یک قسمت هست برای مسح کردن بالای عمامه، بالای مثلا بندج و بالای جبیره زخم ها می آید. در آنجا انشالله تفصیلاتش رو میخوانید. فهمیدید؟ این شد گویم که مسئله دوم، وقتی که اکثر عضوهای وضو سالم هست، تنها یک عضو زخمی هست، اکثرش رو میشوید و جای زخم رو که شاید بالایش یک چیزی، یک تیکه قطعی پوشیده شده است، پیچانده شده هست، میتواند آن را مسح کند و میگوید ولا یجمع بین الغسل بخشش و این کان اکثره صحیحا غسله و مسح الجریحه. و سوم فایده این است که ولا یجمع بین الغسل و التیمم، در حالتهای عمومی، در حالتی که زخم نداشته باشد، فهمیدید؟ در حالتهای عمومی نمیتواند که بین شستن، غسل، اینجا غسل هست و غسل نیست، یعنی اشاره به غسلی شرعی نیست، اشاره به شستن هست، معنای شستن رو دارد غسل. در حالتهای عمومی نمیتواند که بین شستن و تیمم کردن یا شستن و مسح کردن، یعنی مسح کردن تیمم، نمیتواند جمع کند. جایز نیست در حالتهایی که زخم نداشته باشد بین شستن و تیمم جمع کند. مثلا اگر انسان کم ترک آب داشته باشد، نمیتواند که بگوید که خب من حداقل رویم رو میشویم و بعدا دستانم رو با خاک تیمم میکنم. نمیتواند. تنها در یک حالت انسان میتواند بین شستن و مثلا مسح کردن جمع کند، وقتی که در این مسئله قبلی که شما دیدید انسان اکثر عضوهایش سالم هست، تنها یک عضوش زخمی هست، اکثر عضوهایش رو میشوید و بالای زخمش البته با انگشتان تر مسح میکند. اما این بیرون است از تیمم کردن، این تیمم نشد. خب یعنی در حالتهای عمومی بین شستن و تیمم کردن جمع نمی کند. و اخیراً میگوید و ینقضه، چی چیزها مسح بخشش تیمم رو میشکند، ناقض میکند یا اینکه باطل میکند. میگوید که ناقض الوضوئی، یعنی که همون چیزهایی که وضو رو میشکند، همون چیزها تیمم رو میشکنند. والقدرت، و این چنین یک سبب دیگری که، یک ناقض دیگری که مخصوص تیمم هست، این است قدرت داشتن بالای استفاده کردن آبی کافی. چونکه این البته اینش در وضو نیست، در باب وضو یعنی نیست، همچون باطل کننده، این مخصوص تیمم هست که تمام چیزهایی که وضو رو میشکنند، همان چیزها تیمم را هم باطل میکنند. و این چونین آخران همین است که وقتی که انسان آب پیدا کند یا قدرت پیدا کند، قدرت داشته باشد، شفا یابد، قوت پیدا کند برای استفاده کردن آبی کافی، این سبب هم تیممش رو میشکند و باید که طهارت کند و بعداً به عبادت‌های خود ادامه دهد. و آخران میگوید که و مقطوع الیدین و الرجلین، این آخران مسئله همین باب هست، باب تیمم، که خیلی یک مسئله یعنی کم پیش می آید، اما مسئله دیگر هست و جالبم هست. میگوید که و مقطوع الیدین و الرجلین اذا کان بوجهه جراحه، شخصی که دست و پایهایش قطع شده باشد، یعنی شخصی که دست و پای نداشته باشد، یعنی مراد از دست و پای همون قسمتی هست که برای وضو شسته می شود یا برای تیمم مسح کرده می شود. اگر تنها کمی شانه هایش باشد یا رانهایش باشد، این رو در نظر ندارند. یعنی شرط نیست که مکمل دست و پایش نباشد، همون قسمتی وضو رو در نظر دارد. خب دست و پایهایش، الله سبحانه و تعالی ما رو یعنی حفظ کند، امین، دست و پایهایش مقطوع باشد، یعنی قطع شده باشد. و این چونین
در رویش جراح باشد، در رویش زخم باشد. در این حالت چی باید کرد؟ چونکه چی معنا دارد؟ البته که طهارت کردن نمیتواند، اما تیمم هم کردن نمیتواند. یعنی دست ندارد که با دستانش به خاک ضربه زند. رویش جراحی دارد، رویش زخم دارد، نمیتواند که بر رویش مالد. پس در این حالت چی؟ یصلی بغیر طهارت ولا یعید. او میتواند سبحان الله که به طهارت نماز خواند و برایش اعاده کردن ضروری نیست. این است آسانی البته از طرف الله سبحانه و تعالی برای این گونه شخص. پس البته در اینجا یک نقطه‌ای که ما باید درباره‌اش فکر کنیم این است که من و شما کسانی که سالم هستیم ولله الحمد، صحت و سلامت هستیم، دست و پا داریم، البته عذر ما چیست؟ عذر ما برای تأخیر دادن نماز یا برای نخواندن نماز چیست؟ ما عذر نداریم و تمام راههایش برای ما در اینجا هست که تا اینکه ما عبادت خود را پورا کرده توانیم. بعضی وقت در حیات ما یعنی دوچاری بعضی مشکلات میگردیم، آب نمی داشته باشیم یا بیمار میشویم یا جراحی می داشته باشیم یا زخم می داشته باشیم، اما راههای سهولتش و آسانیش برای ما داده شده است. ما می توانیم که از همان راهها استفاده کنیم و باز هم عبادت های خود را انجام دهیم. الله سبحانه و تعالی من و شما را توفیق بدهد. امین. خب انشاءالله در همین جا درس را می گذارم. سبحان الله میخواستم 3 صحیفه دیگر کنم اما 42 دقیقه شده است، باقی نیست. انشاءالله کوشش کنید که این وقت را استفاده کنید برای خوب تکرار کردن، چونکه ما کمی پس می افتیم وقتی که درس ها را 3-4 صحیفه نمی کنیم، اما اگر شما همون قسمتی که می گذاریم خوب درک کنید این بهتر است از پورا کتاب را کردن با عجله. در همین جا انشاءالله درس رو می گذارم. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. انشاءالله درسی بعدی رو روزی شنبه می گذاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.